فرو یا بسم الله الرحمن الرحیم کی باشه ای بچه السلام علیکم نمزه چلو سوز تنج کار خبر همه طرف تنج خونگی آمد سوز انا شنوچا این کلینی نبود انا شنوچا وچا انا این کلینی نبود این توجیگ نیست این تترکا تتر میتیسکا منم درای ماشین مخم کنی انا شنوچا خونی ما همه تنجا خود خوب هم بچه جانی بیا بچه اینجا بیا جانی بچه گوش کن مرا بچه همی عروسی آوردگی نگه بگو ای دستش یگون کار نمیایه بچه جان نه خونه رفته میتونه نه کوسه و طبق ششته میتونه نه خمیر کرده میتونه نه حولی و در رفته میتونه نمیدونم یه عروسی آوردگی توجیکه عروسه خلاقه گفتم تتر نمیدونم موخه باور که همه که عروسی اولانگیت خوب ساز نبود که ای دستکش همه کاری دنیا میم خب بزنی این بچه میدونی چی آخه گو جوشیده نمیتونه همه کاری دنیا تو نمیفهمیده نمیدونم چی کار کنم من این روی خاطر بویش گرفتم این ماشین داره دردشنبه خونه داره ما دانشجو دو ماست تو هم خیلی سوزای اوخی ما برای همه خیلی گرفتم آخه بین قشلاق آوردی یک کاری دنیا را نمیکنه ما آخه ای کارو بار کردن یا چیشیدن نه بچه گو جوشیده نمیتونه گفتی؟ نه آخه نمیتونه چخه باید زد وای مرا که من پنجم هنره همه کارا میتونم پنجم هنره گفتن این کلام نمیدونم وای روس توجیک خلاق بیست بفهمونشه بیست تولی همه کار خودم میکنیم کلام نده چی در کاره زنک لا زنک اینجا بیا بیا گوش که زنک خبیره خبیدی سکیره بخواه دریا آقا دیدی گوای میری گوا میجوشی فهمیدی؟ گو؟ او چند زغزغ کده است فهمیدی؟ گوا دیدی الان میری او وقت چیز زدی وای مرا که پنجم هنرای گو جوش نمیتونم تپا کده میتونم برا کو ما ببینم کو برا برا پیش درو ترس که چی کشت؟ گوزه دایشم میگه گو جوشید رو نگو آخی بچه جون ما گو سحری پوده ده های کردم جوشیده گو پوده ده؟ گو پوده خدا بگیره تطوار گو جوش می او تو بجای گو خر جوشیده ای نستیگم هر وقت یادت میکنم همین خموری دیدنت میگیرم مجبور میشم میخیزم یو ببینم تا ده عدیدار رو سرشم میگیم ده این ماشین مرده که من نمیروی ماشین مرده که من کو کیه در همین وقت زنگ میزنه؟ ای خونه یک منوت خب که جو لبای زنک لبای ای کم تر کار دارم خطی آشنامون خطی آشنا تی؟ خطی آشنامون دستی و جورت بگی که وای دختای خوله من دوست مراد یک منوت جا بیا والا باینگا چی خیزمه السلام همین درست شده شوم نیسته همی خری ما میزنه او به تو میگم نمیمونه الله به تو میگم نمیمونه میگازه خرطوم او بودم شکین بیا او تا رفتیم پیش کجا نخرد او نه هم بیا رفتیم او میتونم نمونه من نشتم او هیچ خیلی کده ای خرا رام کده ای ینگا اونسونه رام کدن ای خر هم دقیقا کش دادم رامش دقیقا خطی رامش کدم اوی با دقیقا رام میشوه ینگا اول ختم دقیقا بودم کو ختم مده رام میشی سلام علیکم بچه کش رو سلام شما در کجا زندگی میکنه؟
من در خونی بابام زندگی میکنم. خونی بابا در کجا؟ بابام در خونی ما زندگی میکنم. ما فهمیدم که خونی شما خونی بابا در کجا؟ در پیش خونی همسایه‌مو. این همسایتان در کجا؟ آخه بگو مالی باور نمیکنی. باور میکنم چی ده؟ همسایه‌مون در بالای خونیمو.